سیکل واسه شستشوی سیکل باید ابتدا لوله برگشت و لوله مکش رو از موتور جدا کنیم. لوله مکش رو باید از موتور جدا کنیم. لوله مکش ازش جدا. حالا برای شستشوی سیکل ما یه مکش ایجاد میکنیم به لوله برگشت که از موتور تستمون مکش کنه و از لوله مویمون بکشه داخل. الان مثل جارو برقی از لوله مویمون توزن رو میکشه داخل. 2-3 تا درم بزنید، در خود توزن کافیه. نگاه کن الان داره میکشه داخل، میره داخل اواپراتور. هرچی روغن و چربی و گرفتگی داشته باشه توی سیکل باز میکنه و شما دیگه لوله مویتون آماده پاشش میشه. پاشش به خوبی انجام میده و یخچالتون به دمای مناسب میرسه. همونجوری که عرض کردم خدمتون 2-3 تا از همین در توزن، چون زودم میپره بهتر که توزن استفاده کنید داخل سیکلتون. ببینید مثل جارو برقی میمکه و توزن رو تمام کنم. حالا من یه نصفه دیگه میریزم که زیادم نباشه که دوباره باید توی ادامه یخچال رو روشن کنیم. که این توزن به صورت کامل خارج بشه از سیکل. شستشو رو انجام بده و لوله مویمون باز بشه، چون تعویض لوله مویی دردسرش زیاده. ولی خب ما با توزن لوله مویی و اواپراتورمون رو شستشو میدیم و بعدش دیگه فیلتر درایر رو عوض میکنیم و جوشکاریامون رو انجام میدیم و موتور یخچال دوباره آماده به کار میشه. چند لحظه صبر میکنیم. بعد از چند دقیقه این خروجی موتورمون وقتی احساس کردیم که یه خورده رطوبت داره میده بیرون، یعنی توزن داره بر میگرده و خارج میشه، خاموش میکنیم و ادامه کارمون.